السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. زمانی که نوبت جانبازی به ابوالفضل العباس رسید، ابوالفضل آمد خدمت برادرش امام حسین. صدا زد برادر برایم اجازه میدان بدیم و زیادتر توان دیدنی منظره را ندارم. به هر قسمی که می شود آقا ابوالفضل اجازه میدان داد. ابوالفضل روانه میدان گردید. آمدم این که خود را به کنار شریعه آب و خیمگاه حسین برساند. عمر سعد دستور داد لشکریان اگر ابوالفضل آب به خیمگاه برساند، دو برادر سراب شود، شما توانید مقابله با دو برادر را ندارید. از هر طرف حمله نمودند. دست راستی ابوالفضل را از بدن جدا کرد. ابوالفضل مشک به دوش چپ گرفت، دست چپ را از بدن جدا کرد، مشک به دندان میگیرد. ظالمی دیگری تیر را به مشک آب ابوالفضل میزند. اینجا امید ابوالفضل ناامید میشود. ظالمی دیگری تیر را به چشم راستی ابوالفضل میزند. ابوالفضل دست در بدن ندارد، زانوها را بالا آورد، میخواهد تیر را از چشمش بیرون کند. ظالمی دیگری عمودی آهنین بالا برده به فرقی ابوالفضل میزند. گفتا چشم سقا به سگاهی تیرو شد، و مادری گردون از این غم پیرو شد. دست در تن نیست و دفعی خون کند، و تیرو را از چشمی خود بیرون کند. ظالمی دیگر بیزد از راهی کین، و فرقی پور نورش عمودی آهنین. ابوالفضل توان سواری را از دست داد. عزیزان، از اسب افتادن ابوالفضل با سایر شهدا خیلی فرق دارد. هر شهیدی که از اسب زمین میافتد دست در بدن دارد، ابوالفضل دست در بدن ندارد. یک دفعه متوجه می شود که فاطمه زهرا آمده، دامن پهن کرده، صدا میزند آی ابوالفضل مادر، بیا به دامن مادرت زهرا قرار بگیر. گفتا بالین آمده زهرای اطهر، به دستش ساغری از حوضی کوثر. آخ به بالینی سرم نالان و مستر، به من گوید کی ای عباسی مادر. اینجا ابوالفضل میدانه که من لیاقت برادری حسین پیدا کردم. رو را به طرف خیمگاه کرده صدا میزنه برادر جان، برادرت را دریاب. وقتی که امام صدای ابوالفضل شنید، همانند باز شکاری آمد کنار نهر علقمه. در جایی رسیدن که ذوالجنا قدم از قدم بر نمی دارد. امام خطاب به ذوالجنا میکند ای اسبی با وفای من، تو همین روز حسین تنها دیدی، چرا حرکت نمی کنی؟ اون حیوان به اشاره به پیش رو می کند. امام دید چی دید؟ لای هیچ برادری برادر به اون حال نبیند. دیدن که دستای بریده ابوالفضل در جلوی سم ذوالجنا قرار دارد.
خودیا و علم ابوالفضل یک طرف افتاده، خودیا و با فرق شکافته یک طرف افتاده. امام صدا میزند الان انکسر از زهری. گفتم در زمین آفزایی عرشی خدا افتاده بود، هوایات نیسا قومیا آنی قتلوگا افتاده بود. از جفای مردمی دنیا طلب در کربلا، آوا جسمی به دستی علم همداری سپاه افتاده بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.